و بنی اسرائیل آنچه در نظر خداوند بد بود به عمل آوردند و بعلها را عبادت میکردند. و خداوند خدای پدران خود را که آنها را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان دیگر را از بین خدایان قوم‌هایی که در گرد و پیششان بودند پیروی نموده و آنها سجده بردند و خداوند را به غضب آوردند. و خداوند را ترک کرده بعل و اشتاره ها را عبادت نمودند. و خشم خداوند بر اسرائیل علنگه گرفت و او آنها را به دست تاراجگران سپرد و آنها را تاراج کردند و آنها را به دست دشمنان آنها که در گرد و پیششان بودند سپرد و آنها دیگر نتوانستند پیش دشمنان خود ایستادگی نمایند. هر بار که به جنگ می برآمدند دست خداوند بر آنها به بدی بود، چنان که خداوند گفته بود و چنان که خداوند به آنها قسم خورده بود و آنها بسیار به تنگ آمدند. تأسیس یافتن داوران. و خداوند داوران را به میدان آورد که آنها را از دست تاراجگران آنها نجات می‌دادند. ولی آنها به داوران خود نیز اطاعت نداشتند، زیرا که گمراه شده خدایان دیگر را پیروی می‌کردند و به آنها سجده می‌بردند. از راهی که پدرانشان با آن رفتار نموده به احکام خداوند اطاعت می‌کردند با زودی دور شدند و مثل آنها عمل نکردند. و هنگامی که خداوند برای آنها داوران را به میدان آورد، خداوند با داور بود و آنها را در تمام ایام داور از دست دشمنانشان نجات می‌داد، زیرا که خداوند به سبب آه و ناله آنها که از دست ظالمان و ستمگران خود می‌کردند به آنها دلسوزی می‌نمود. و همین که داور وفات می‌یافت، آنها از نو از پدران خود زیادتر فاسد گردیده خدایان دیگر را پیروی می‌کردند، آنها را عبادت نموده سجده می‌بردند، از کارهای زشت و راه بد خود هیچ دست نمی‌کشیدند. عاقبت بی‌اطاعتی اسرائیل. و خشم خداوند بر اسرائیل علنگه گرفت و او گفت: از بس که این خلق عهد مرا که به پدرانشان امر فرمودم پایمال کرده به آواز من گوش نمی‌دهند، من نیز هیچ یکی از آن خلقها را که یهوشع باقی گذاشته وفات یافته است دیگر از پیش آنها به در نخواهم راند، تا که به واسطه آنها اسرائیل را بیازمایم آیا آنها راه خداوند را مثل آن که پدرانشان رعایت می‌کردند رعایت نموده با آن رفتار می‌کنند یا نه؟ و خداوند آن خلقها را باقی گذاشت به آن که آنها را با زودی به در راند و آنها را به دست یهوشع تسلیم نکرد.